من فکر میکنم یک دونه آهنگ دیگه یا دو تا آهنگ در خدمت میتونیم باشیم. اوی ترانه خلیج فارس بود که برخی اون رو بهترین کارت توصیف کردن. از جمله دوستی به نام مهستان در فیسبوک نوشته است که این روزها که از هر سو میراث ملی ما مورد دستبرد قرار گرفته و آوایی دل آرامتر از خلیج همیشه فارس نیست. میشه قدری از سابقه این ترانه صحبت بکنی؟ چطور شد که خوندیش این ترانه رو و چطوری که الان دیگه در کنسرت ها اجراش نمی کنی، به خصوص وقتی به امارات متحده عربی سفر میکنی؟ تنها جایی که اجرا نمی کنم این آهنگو امارات متحده عربی است و متاسفم که مورد خشم خیلی که چه عرض کنم تعدادی از دوستان میشه. من این آهنگو واقعا زمانی که بی نهایت دلتنگ بودم برای ایران حدود 23-24 سال پیش این آهنگ رو در پاریس، شهر زیبای پاریس اجرا کردم. شعر آقای عادل حسنی و آهنگساز خوبمون الان یهو از مغزم اسم این دوست عزیز پرید. این آهنگ من برای دلتنگیم خوندم و به قول معروف میگن که اومدیم یه کاری بکنیم که قاتل نونمون بشه تقریبا قاتل جونمون شد و واقعا اجاره یک رقم حرف راجع به این آهنگ زده شد که چرا ایبی در دبی این آهنگ رو اجرا نمیکنه. خیلی به نظر من این ایشویی که بین ایران و امارات هست یک ایشو سیاسی است و اینا میخوان اسم خلیج عربی بکنن که اسم خلیج فارس از فکر میکنم صدها سال چندین قرن این اسم روی خلیج فارس بوده و تا آخرش هم خواهد بود. دلیل این که اجرا نمی کنم در دبی برای اینکه من برای وصل کردن آمدم. قرار نیست که من بیام در اونجا بخوام این آهنگ رو اجرا بکنم. به طب دولت امارات هم بخواد یا به من آزاری برسونه یا اذیت و کاری بکنه. من مهمان به عنوان مهمان میرم که هموطنانم رو در دبی ببینم. همین برای من کافی است و اونها هم این احترام رو برای من قائل هستن. با اینکه واقعا سیدی خلیج فارس به اسم خلیج فارس در تمام سیدی فروش های دبی به فروش میره ولی من واقعا نمیدونم چرا این قضیه اینقدر برای بعضی از دوستان بغرنجه. برای اینکه شما وارد یک خونه میشی میبینی همه کفشاشونو در میارن میان تو، شما هم کفش در میاری تو. من هیچ نوع دارم نمیخواد سوء استفاده از این دعوا یا مرافعی که هست واقعا سوء استفاده بکنم، ولی بعضی از دوستان ما یادشون نره که ما صاحب 50% دریای خزر بودیم، الان صاحب 11% هستیم
بعضی از دوستان، من نمیدونم چرا انقدر این مسئله خلیج که البته بسیار مهم است انقدر داغ شده، ولی هیچ کس به فکر این نیست که چرا دریای خزر از 50% در زمان آقای خرازی تبدیل شد به 11%. چیزی به خصوصی نداره. این آهنگو من عاشقانه خوندم، دلم برای وطنم تنگ شده بود، برای اینکه راجب خلیج فارس صحبت نمی‌کنه، راجب همه جای ایران داره در واقع این ترانه صحبت می‌کنه. بله. بسیار خوب. باز نمیدونم بفرمایید ادامه بدین. به هر حال نمیدونم توضیحاتم کافی بود یا نبود. من دلم نمیخواد که دیدار هموطنانم رو در دبی که نزدیکترین جاست به ایران از دست بدم به خاطر آهنگی که در اونجا قراره بخونم و نمیخونم. بله. وگرنه همه جا من خلیج فارس رو میخونم. همیشه جزو آهنگایی است که اجرا میکنم. آقای بی شما توی وین اومدین توی رستوران پرویز بله دستپخت منو خوردین. خب تمام چیزایی که شما راجع به خلیج فارس گفتین و شعر خلیج فارس رو توی دبی نخوندن از نظر من توجیه کردن شخصی خودت بود. موقعی که این آهنگ داشت پخش میشد تمام این رگای صورتت، پیشونیت، همه مثل خون شده بود سرخ. تو آقای بی شما باید یه ایرونی هستی، باید با غرور توی دبی آهنگ خلیج فارس رو بخونی. آقای بی شما پدر خانومت یکی از ارتشیان وطن پرست ایران دوست و درجه یکه. ممنونیم از شما دوست عزیز. ممنونیم دوست عزیز. ابی جان اگه نظری داری ابراز کن ویلا میپردازیم به اون میوزیک ویدیو بعدی. من به هر حال نظر آقای پرویزم این هست، ولی من ترجیح میدم که دیدار هموطنانم رو، کسانی که از ایران میان، برای برنامه دیدارشون رو من فکر نمی کنم که بخوام عوض بکنم با اینکه بخوام خلیج فارس اونجا بخونم و از دیدار دوستانم محروم بشم. به هر حال نظرتون رو گفتید، سپاسگزارم از اینکه راجع به پدر خانم منم صحبت کردید. بله بسیار خوب. ما خیلی ها رو داریم که واقعا بحثمون به درازا میکشه. درست اجازه بدید پس همینجا متوقف کنیم این صحبت رو.